شب 31 ایول به 1 آگوست سال 2023 در یک زنازنه گروهی بین مهاجران در شهر چیخوف ولایت مسکو 2 نفر کشته شدند. تلگرام کانال پیام خبر داد که بر اساس معلومات مقدماتی در چیخوف گروه مهاجران از تاجیکستان با یک گروه دیگر در یک قهوه‌خانه جنجال کرده است. مناقشه در قهوه‌خانه آغاز یافت و سپس هر دو طرف در کوچه واخوردند. 2 نفر از اشتراکچیان زنازنی را کور زدند. بعد این بقیه گریختند. تلگرام کانال محلی چیخوف پالاتا نمبر 6 ویدیوی لحظه زنازنی را نشر کرد و همچنین خبر داد که در میکرورایون گوبینسکی 2 جسد را با زخم‌های زیاد کورد پیدا کردند. در ویدیوهایی که این 2 کانال نشر کردند دیده می شود که تقریبا 10 نفر در 5 ماشین به جای واخوری اومده ماشین‌های خود را نمایشکارانه در بین راه می‌گذارند و سپس با هم دیگر دست به گریبان می‌شوند. صبح 1 آگوست سال 2023 سرایست تفتیشات ولایت مسکو خبر زنازنی خونین و کشته شدن 2 نفر را در شهر چیخوف تصدیق کرد و خبر داد که شعبه تفتیشاتی این شهر در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 105 قسم 2 بندهای آ و ژ با اتهام کشتار 2 نفر پرونده جنایتی گشوده است. بنا به اطلاع تفتیشات 31 ایول سال 2023 در روی ماشینگرد کوچه زیمسکای شهر چیخوف بین 2 گروه مهاجران مناقشه به عمل آمد. در جریان مناقشه به 2 نفر زخم‌های هلاکتبار خلنده و برنده رسانیده شد. معین گردید که این حادثه در پی مناقشه در یک قهوه‌خانه محلی رخ داده است. گفته می شود در اطلاع مقدماتی تفتیشاتی ولی در خبر رسمی از کدام کشور بودن اشتراکچیان زنازنی گفته نشده است. تفصیلات دیگر حادثه و نام کشته شده ها نشر نشده است. سبب مناقشه خونین بین مهاجران که با مرگ 2 نفر انجامید هنوز معلوم نیست. سفارت تاجیکستان در مسکو تا حال خبرها درباره مناقشه مرگبار با اشتراک مهاجران تاجیک در شهر چیخوف را شرح نداده است. سرایست تفتیشات ولایت مسکو گفت تفتیش این حادثه ادامه دارد. مفتشان و کریمینالیست‌ها یکجایه با همکاران خود از کمیته تفتیشات روسیه جای حادثه و 2 ماشین را از نظر گذرانده برخی ایز و اشیاءها را همچون دلیل گرفتند. 2 تشخیص ایز انگشتان و 2 تشخیص طبی و دادگاهی گذرانده می شود. برای معاین و بازداشت کردن گمان شوندگان چاره‌ها اندیشیده می شوند. یادآور می شویم که 2 سال باز مقامات روسیه مهاجران را برای اشتراک در زنازنی‌های گروهی بی‌رحمانه از این کشور اخراج می کنند.